نزدیک به 100 سال و بیشتر تلویزیون و برنامه‌های تلویزیونی به یکی از بخش‌های زندگی ما تبدیل شدند، اما توی این مدت اتفاقاتی هم توی برنامه‌های زندگی اتفاق افتاده که توضیحی درباره اون داده نشده و تا به الان راز این اتفاقات عجیب و مرموز پنهان مونده. در یکی از پخش زنده مردی ادعا داشت که میتونه آدم فضایی ها رو فرا بخونه و اونا به اون جایی که اون میخواد میان. دلیل این رو هم میگفت که تو ذهنش با اونا ارتباط داره و حرف میزنه. برنامه گذار برای اینکه ثابت کنه این مرد دروغ میگه اونو میبرن به یک جایی که اون مرد تا حالا نرفته بود، اما اتفاقات با چیزی که انتظار داشتن پیش نرفت و بعد از چند دقیقه شیئی نورانی در آسمان دیده شده و میلیون‌ها آدم این اتفاق رو در برنامه زنده به چشم خودشون دیدن. I see something straight up. Then another sighting. There it is. I got it. Photojournalist Jonathan Hawkins locks in on. در یکی از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی که پایه اون بر اساس گفتگوی صمیمانه و غیر رسمی بود، در زمان تبلیغات اتفاقی میفته که جو ترسناک میشه. مجری برنامه وقتی که داشت صحبت میکرد، روزنامه جلوی اون از روی میز بلند شده و پرتاب میشه. این اتفاق رو بعضی‌ها میگن ساختگی هست و کار خودشونه تا جلب توجه کنن، اما اگر چنین نباشه واقعا ممکنه یکی از معمول‌ترین اتفاق تو تاریخ باشه که در دوربین‌ها ثبت شده. در برنامه خبری که در فرودگاه اجرا شد، اتفاقی افتاد که ذهن افراد بسیاری رو درگیر خودش کرد. زنی با موهای بلوند دیده میشه، اما بعد از گذشتن یک زن به طور عجیبی ناپدید میشه. بعضی‌ها میگن این یک خطای دید هست و وقتی که زن جلویی میره اون هم شروع به حرکت میکنه و از کادر خارج میشه، اما هر چی که باشه احتمالات همیشه وجود دارن. در فوریه سال 2018 در برنامه تلویزیونی نورهای عجیبی دیده میشه. اگر این نورها ثابت بودن، خبرنگار میتونست که بگه اینها ستاره هستن، اما این نورهای عجیب حرکت میکردن و باعث شد که مردم فکر کنن این اتفاقات آیا ربطی به فرازمینی ها داره یا نه. Aliens? I don't know. What the heck What is is that? سال 2007 در برنامه تلویزیونی بریتانیا به اسم دس مورنینگ، زنی به اسم دیبی میریکا به همراه همسرش این ادعا رو داشت که عروسکی که اونا با خودشون آوردن توسط یک روح خبیث تسخیر شده و ادامه میدن که این عروسک ناگهان حرکت میکنه و حتی چند بار به اونا حمله کرده و آسیب دیدن. مجری تلویزیون که از گفته این زن و مرد شک داشت، ناگهان عروسک حرکت میکنه. They look like they're worth more than £5 each. You know, hands up, I bought them to resell. That chair's beginning Chair's to rock. rocking. Look at that. Who's doing that? Stop it. Who's doing that? وقتی که سونامی رخ میده، حجم زیادی از آب وارد خشکی ها میشه و از اونجا که ما هنوز 87% اقیانوس ها رو کشف نکردیم و بیشتر، موجودات کشف نشده زیادی وجود دارن که در این ویدیویی که در هنگام سونامی گرفته شده چیزی عجیبی دیده میشه. در چند ثانیه یک موجود سفید رنگ از زل آب میاد بیرون و از خونه ها بالا میره. چیزی که دیده میشه رو هیچ کس توضیحی براش نداشته و معلوم نیست که اون موجود چی بود. در پخش تلویزیونی وایمینگ اتفاقی میفته که به پیام فرازمینی ها به انسان ها ربط دادن. در اول جمله‌ای ترسناک نوشته میشه که میگه شما چیزهای زیبایی خواهید دید و در ادامه ویدیو نوشته میشه تو مریض هستی، ما فقط میخوایم تو رو درست کنیم.
این آخرین پیام بود که از همه وحشتناکتر هم بود که سوالی میپرسه در ذهن شما چه چیزی پنهان شده است و در پایان هم جواب رو خودش میده و میگه که ما قبلا آن را دیده ایم. 2008 general election. Republican President Jack در برنامه تلویزیونی زنده مدل تایلندی دعوت میشه، اما چیزی که تعریف میکنه و اتفاقی که میفته ترسناک و وحشتناک است. این مدل تایلندی میگه که چند هفته قبل توسط موجوده خبیث تسخیر شده و بعد از این اتفاق علاقه زیادی به خوردن خون حیوانات و گوشت انسان پیدا کرده، اما بعد از این حرفاش حرکت‌های عجیبی رو انجام میده. سال 1977 در تلویزیون 5 انگلستان برنامه زنده به یک بار قطع شده و این پیام ها با صدای ترسناک دیده میشه. تو این پیام صدا رو متعلق به موجودی به نام وریلیون، نماینده کهکشانی اشتر، فرمانی رو برای انسان ها آورده و میگه که اگه انسان ها سلاح‌های خودشون رو زمین بذارن، فرازمینی ها با انسان ها اتحادی مصالحت آمیز رو شروع میکنن. بعد از این اتفاق کانال این ماجرا رو یک حمله سایبری تعریف کرد، اما واقعا یک حمله سایبری توسط انسان ها بود یا فرازمینی ها؟ This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. در 22 نوامبر سال 1987 دو حمله به ایستگاه تلویزیونی WGN-TV و WTTW شد. بعد از قطع برنامه تلویزیونی یک نفر با ماسک مکس هدروم که یک شخصیت تلویزیونی تخیلی بود با صداهای ترسناک و کارهای عجیبی برای چند ثانیه در معرض دید میلیون‌های انسان که داشتن این شبکه‌ها رو نگاه می‌کردند قرار گرفتند. حمله اول 25 ثانیه طول کشید و حمله دوم 90 ثانیه طول کشید، اما هنوز هم عاملان این کار مشخص نیست.